تجربه خیلی سختی بود بچه ها. هنوز به غار نرسیدیم ولی بعضی از قسمت ها هلوش 50-60 سانت برف بود و به سختی اومدیم بالا. انرژیمون گرفته شده. هنوز هم مسیر ادامه داره. بچه ها جلو دارن میرن. واقعا تجربه سختی بود امروز. سکوت کوهستان قشنگترین سکوته، به طوری که آدم دلش میخواد بگیره بخوابه یه خواب عمیق فارغ از همه مشکلات روزگار. من که الان همین حس دارم.